لذیذتر از کباب کوبیده با شکمی پر از مزه. سالهاست این غذا رو برای مهمونای ویژم درست میکنم، چون میدونم جزء وعده غذاییشون نیست. پیاز رو رنده ریز بزنید و آبش رو بگیرید. داخل ظرف گوشت چرخ کرده، پیاز رنده آب گرفته، نمک، فلفل سیاه رو با هم مخلوط و خوب ورز بدید. بعد از اینکه به چسبندگی رسید 1 ساعت داخل یخچال بذارید. تخم مرغ‌ها رو روی حرارت بذارید تا بپزه. پیازهای خلالی خرد شده رو خوب سرخ کنید. پوست تخم مرغ‌های پخته شده رو بگیرید و به این شکل که می‌بینید خرد کنید. به پیازهای سرخ شده، زرشک، گردوی خرد شده و تخم مرغ رو اضافه، نمک بریزید و هم بزنید. نایلون رو روی تخت کار بذارید. گوشتی که استراحت کرده رو قرار بدید. مجدد نایلون و با بردن خوب به این شکل که می‌بینید باز کنید. موادی که آماده کردید رو روی سطح گوشت پهن کنید به شکلی که از لبه ها فاصله داشته باشه. بعد از این کار به همراه نایلون گوشت ها رو رول کنید و با دستای خیس درس های گوشت رو بگیرید. با نایلون گوشت رو به این شکل بپیچید و 1 ساعت دیگه داخل یخچال استراحت بدید. روغن که داغ شد، رول گوشت رو داخلش بذارید. از روغن روش بریزید تا خودش رو زود بگیره. سریع بچرخونید تا گوشت خودش رو بگیره و بعد کامل سرخ و از تاب خارج کنید. داخل همون تاب پیاز رو تف بدید، زردچوبه، فلفل سیاه و نمک رو اضافه رب گوجه رو بریزید. بعد از سرخ شدن آب رو اضافه کنید. رول ها رو داخلش قرار بدید، درب تابه رو ببندید. اجازه بدید با حرارت خیلی کم کاملا بپزه و جا بیفته. بعد از آماده شدن داخل ظرف سرو بذارید و به اندازه های دلخواه برش بزنید. با سبزیجات یا چیپس خلالی گارنیش کنید. این غذا رو درست کنید، سطح هیچ از بقیه جلوی. نوش جونتون باشه.